خب سلام. امروز اومدیم که یک ترفند عالی رو بهتون بگم واسه این که فرنداتون رو توی همستر بالا ببرید بدون دردسر. یک ترفندی که تا حالا هیچ کانالی و هیچ جایی عنوان نشده. اولین بار از کریپتو گولد میخوام این رو براتون بگم. خب همونطور که میدونید بخش فرند شما باید چند نفر، 1 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 9 نفر رو دعوت کرده باشید که از بخش ماین بتونید کارت های روزانه و چالش ها رو اجرا کنید. خب بعضیاش قفله. مثلا چالش امروز ما یک کارته که قفله. این کارت آخر گفته USDT اون تون رو ببر لول 3. حالا ما این USDT رو بخوایم ببریم لول 3، خب توی کارت های جدید که بریم اینجا همین کارت پایینیه گفته 3 تا فرند باید بیاری که قفل این باز بشه. بعد این رو ببریم لول 3 که تازه اون قفل اون یکی کارت باز بشه. خب حالا چی کار کنیم؟ ما کسی هم نداریم براش بفرستیم. الان کل ایران خب دارن همستر رو میزنن، پس پیدا کردن فرند جدید خیلی سخته. حالا یه ترفند رو میخوام بهتون بگم که اینو انجام بدید. 1 میرید یه دونه خط که باهاش تلگرام جدید ساختید یا تلگرامی که براتون مهم نیست، تلگرام اصلیتون نیست، یه تلگرام جدید رو به هر حال بالا آوردید، باهاش هم فرند زدید. خب میرید اون رو حذف دیلیت اکانت میزنید. خب خروج از اکانت رو نمیزنید، دیلیت اکانت رو میزنید. خب بعد از اینکه دیلیت اکانت کردید میرید باز هم همون شماره رو وارد میکنید. شماره رو که وارد کردید مجدد تلگرام جدید براتون بالا میاد. برای همون شماره مجدداً لینک فرند میفرستید و اون رو به عنوان یک مخاطب جدید قبول میکنه. به همین راحتی برای خودتون فرند بسازید. امیدوارم که پرسود باشید. همستر و نات کوین و بقیه هم به کانال ما هم سر بزنید. لینک کانالم پایین ویدیو قرار داده میشه. مطالب بروز و جدید رو براتون میذاریم. روز خوبی رو امیدوارم داشته باشید و پرسود.